8 ماه سال 2022 باشگاه استقلال دوشنبه بر دسته خوجند با حساب 1-0 غالب آمده بار دیگر برنده شاهجام یا سوپرکوبک فوتبال تاجیکستان شد. استقلال اینک بار 11 برنده این جام معتبر فوتبال کشور شد. این بازی در ورزشگاه تالکو آرینا در شهر ترسونزاده در حضور 5600 تماشابین برگزار گردید. گل یگانه را که پیروزی استقلال را تامین کرد در دقیقه 84 بازی رستم سایروف به دروازه خوجند وارد کرد. با وجود تنها در دقیقه 64 به میدان برآمدنش رستم سایروف بازیگر بهترین این بازی نیز دانسته شد. استقلال قبلا از سالهای 2010 تا 2021 شاهجام فوتبال تاجیکستان را به دست آورده بود. در 13 سال آخر تنها 2 مرتبه در سالهای 2013 و 2017 استقلال نتوانست این جام را به دست بیاورد. سال 2021 استقلال بعد پیروزی بر رفشن کولوب با حساب 2-0 برنده شاهجام تاجیکستان شده بود.